پیش در سرزمین‌های شمالی کره زمین اقوامی زندگی می‌کردند که آنها را با نام اقوام آریایی می‌شناسیم. آنها زندگی خود را از طریق دامداری می‌گذراندند. با افزایش جمعیت و کاهش چراگاه‌ها و سردتر شدن هوا، زندگی برای آنها مشکل و مشکل‌تر شد. فکر می‌کنم گم شده باشین. این بوران لعنتی هم که امون نمیده. گوسفنده هنوز گرسنه‌اند. همش تقصیر خودته برادر. نباید اینقدر از قبیله دور میشدیم. حالا چی کار کنیم؟ حتما میمیریم. اینقدر ناله نکن. مجبور بودیم. مگه نمیبینی که این زبون بستا چقدر گرسنه‌اند؟ مگه ندیدی همه چراگاه رو قبیله‌های دیگه اشغال کرده بودن؟ ما باید چراگاه تازه‌ای پیدا می‌کردیم. توی این بحث شما رو به کشتن میدی. همش تقصیر توه. چی شده گرگی؟ چی شده؟ وای نه، حتما دیو داره میاد اینجا. آریایی‌ها دشمنان خود را دیو می‌نامیدند. آروم باش گرگی. آروم باش. باید خیلی مواظب باشیم. ممکنه یه حیوان خطرناک این دور برا کمین کرده باشه. بیا فرار کنیم بیا. راه برگشت نداریم. مجبوریم بریم جلو. اینقدر ترسون نباش. مثل یه آریایی رفتار کن. خب چی کار کنم؟ نه ترس بیا. نه ترس. بذار من یه کمی برم جلو. تو همینجا بمون. باشه. سلامتی پسرم. بله شما جون ما رو نجات دادید. اینجا مکان مناسبی نیست. نباید انقدر دور می شدید. باید پوست این خرس رو بکنیم. شکار خوبی بود. سرانجام مشکلات زیاد آریایی‌ها در موطن اولیه‌شان آنها را ناچار به تصمیم گیری در مورد مهاجرت کرد. می‌دانید که ما آریایی‌ها امشب گرد هم آمده ایم تا تصمیم نهایی را در مورد مهاجرتمان بگیریم. من اینک منتظرم تا نظرات شما مردم را از زبان نماینده‌تان بشنوم. پیش بیا. سلام بر رئیس بزرگ ما. من از زبان مردم آریایی با شما سخن میگویم. ای رئیس بزرگ، نسل هاست که آریایی ها در این سرزمین زیستند، اما اینک گویی این سرزمین نفرین شده است و کمر به قتل آریایی ها بسته. دام ها و کودکان ما در حال تلف شدن هستند و مردم ما با مشقت زندگی را میگذرانند و به همین دلیل آریایی ها طالب مهاجرت به سرزمین های گرم جنوبی شدند و من به عنوان نماینده آنها تمایلشان را برای مهاجرت اعلام می کنم. سرزمینی که انسان جوانی خود را در آن گذرانیده است، چون خود ایام جوانی زیباست. اما اینک زیادی جمعیت و کمبود چراگاه ها، هجوم اقوام همسایه و سرمای طاقت فرسا همگی بدل به دشمنان آریایی ها در سرزمین اجدادیشان شدند. آریایی میباید زندگی کند و به همین دلیل هم ما مهاجرت میکنیم. بالاخره آریایی‌ها مهاجرت خود را از سرزمین‌های سرد شمالی به سوی سرزمین‌های گرم جنوبی آغاز کردند. آنها در دسته‌های بزرگی به سوی سرزمین‌های جدید حرکت کردند و هر دسته از آنها به سوی روان شدند.
مهاجرت بزرگ آریایی ها سالها به طول انجامید. این واقعه حدود 4000 سال پیش به وقوع پیوست. گروهی از اقوام آریایی به اروپا، گروهی به فرات ایران و گروهی نیز به سوی هندوستان رهسپار شدند. فرات ایران سرزمین وسیع و بلندی است که کشور کنونی ایران نیز جزئی از آن به شمار می آید.